دین مبین اسلام حاجی میرزای عزیز، من یک سوال دارم که برادر من حق دارد که زن مرا زند، که زیرا میگوید که من حق دارم، چی کار کنم؟ با همین کار سبب شد و زندگی من ویران شد. حقیقت این را به من بیان کنید. من یک مخلص شما از ناحیه ورزاب شهر دوشنبه هستم. دوم سوال، پدرم از مادرم جدا شده است، وی زن دارد، از ما جدا می باشد. به من زکات دادن جایز است یا نه؟ برای آنکه زندگانی را من با همراهی مادرم دادرانم پیش برده ایستادم. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گیمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدا و کلی مردم مسلمان و کلی مردم مهاجری که ما را تماشا دارن میرسونید. امروز باز یک برادر اومده کنشونته. نه بیمار نه. یکی نور محمد نگاه میرفت. یکی تاکسی کار میکنه. تاکسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای ماشاءالله. نام من نور محمد. من خدمت می خلق ده گرانیتسای قزاقستان از اینکه میبرم میارم اون کل خدمت را ادامه میکنیم انشالله با خواست الله. با خواست الله انشالله. از نام دکتر بختیار سککاس یا نه؟ است انشالله. این خبر خوش با اون برادرایی که هستن. برادر کسی که دکمنت نداره ایدر خونش میگیریم انشالله. با آورده اگر آورده میمونیم انشالله. ما در این موضوع ها صحبت ها داشتیم. من چندین بار چی در باب ساتر، چی در باب خلوت کردن و چی در باب قبول مهمان از جانب زنهای ما و شما چندین بارها صحبت ها داشتیم. البته پیغمبر خدا به حکمت نگفتند. در حدیث های فراوان برای ما و شما خبر میدهند لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، که این حدیث ترمذی است. هیچگاه زن همراه زن هیچگاه خلوت نکند یک مرد بیگانه، زیرا یقین داند که سیوم اونها شیطان است. هیچگاه باید که زن یعنی با مرد بیگانه، چگونه ای که امروز زنهای مردم ما و شما مبتلای این بلا هستند و عاقبت به این خیلی حالتهای ناخوب دوچار میشوند که دیگر افسوس میخوریم، دیگر هیچ فایده نمیکند. این پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه حق ندارید چی برادرش باشد، چی خیش و تبارش باشد، با زن در یک خانه تنها نشینند، زیرا که سیوم شما شیطان می شود. گفت پیغمبر و شیطان در هر یک رگ و خون شما بی نهایت تیز حرکت می کند. بینید این حالتی که هست، باور کنین گفتی این مادر زبان انسان نمی پیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیست؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند. بینید این حالتی که هست، باور کنین گفتی این مادر زبان انسان نمیپیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیست؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند و این حالت در او پیدا شده باشد. بسیار احتیاط کنید جوانای عزیز و پدرای مهربان. زن ما و شما حقوق ندارد رفیق ما و شما را مهمانی کند. حقوق ندارد که وی مرحمت گفته و به خانه درآرد همراه او نشیند. حتی در یک حدیث
پیغمبر خدا گفتم ایاکم و الدخول علی النساء، مردم گفت احتیاط کنید زنهایی که در خانه تنها باشند شما در اون خانه ها وارد نشوید. چی گفتن در دوام صحابه ها؟ فقال رجل یا رسول الله ارأیت الحنو، بچه عمکش چی؟ بچه تقاش چی؟ همسینفاش چی؟ پیغمبر گفتن الحنو الموت، اگر اینها گفت نزدیک شود تصور کنید که این یک هلاکت است، و اینها گفت تیزتر باز حادثه برپا می شود. یعنی اون مردی بیگانه گفت از این ده گفت بیخوفتر است، زیرا که این زن شاید که جرأت نکنه که پیش این مردی بیگانه در آید، لیکن وقتی بچه عمکش باشد، بچه تقاش باشد، همسینفش باشد، این زن با طریق اولاد در نزد او رفته می نشیند، با او هم صحبت می شود. برای همین اگر ما و شما ذره ناموس اسلامی داشته باشیم نگذارید، این جایز نیست در اسلام. برای چی ما این سخنها را میگیم؟ این عاقبتش در ما و شما آمده رسیده ایستاده است. این فقط میتواند این مادر رفته در مفتیات مراجعت کند، یعنی اداره دادن فتوای طلاق است. این 4 ساله که این جوان و این همسرش نگاه و بین نکرده است، این در همون مفتیات اگر مراجعت کند اون جوانها برای این خط طلاق می دهند که در این مدت وقتی که شوهر که اگر هیچ نگاه و بین از جانب او نشود، اونجا در فتوا در اونها حقوق دارند، می نویسند در دستش می دهند. از روزی که وی می نویسد الک حکم طلاق واقع می شود. اون عده می پاید، 3 حیض کامل نگاه می کند، بعد او می تواند که شوهر کند. این یگانه فقط همون جای حل کردنش فقط مفتیات است. السلام علیکم داملای عزیز، ما در یک پنجشنبگی اشتراک میکنیم، فقط شیربرنج میکند از حساب نارسایی هایش و یک ملا داریم اون میگوید که پیش این شیربرنج خیزه. آیا این درست است یا نه؟ باور کنین چی برای همین ملایی که بیچاره همون یک شیربرنج دماند است، با همون یک شیربرنج همون هجوم کرده 5 کس 6 کس، همین حلال است برای همون ملا؟ ای ملا هم نیست بیچاره، اونا را شما ملا نگین، اونا گناهگار میشوین شما. اون ملایی که فقط پیش همون شیربرنج میخیستگی باشد و همون ملای شیربرنج است، اون ملا نیست. وای یکمش پیش شیربرنج خیستنش چی معنی دارد؟ گویا که پیغمبر شیربرنج خورده باشد. در یگان حدیث نآمد از پیغمبر شیربرنج خورده باشد. پیش شیربرنج نخیزین، بلکه این ملا خوب میشد که مردم هم میخیزانید، از جاش میگفت اینجا دیگر جای خوردن طعام ما نیست، بگذار بیچاره هم شیربرنجی که دارد با همراهی فرزنداش خورد. اون مادر فیراد میکرد، میفهمانید این از دستور اسلام. از حساب انمین گونه ملاها بیچاره امروز فکر میکنه مردم که همه امین مراسم ها از اسلام هستند، اینا از اسلام نیستند. اینا را انمین گونه ملاها در گردن مردم بار کردگی هستند. اسلام هیچگاه برای ما و شما وزنینی نمیخواهد، هیچگاه نمیخواهد که بیچاره به یک شیربرنج مانده باشد همون را به مردم ده، بلکه اسلام ما و شما میگوید اگر همون آب نانی که وی یافته است با مقداری که کفایت کننده برای فرزنداش است، اگر همراه فرزنداش خورد روحی همون پدر و مادر شاد می شود. اینقدر وزنینی ها، اینقدر مشکلات ها بالای همین مردم آوردن چه حاجت است؟ اینا از اسلام نیستند. ممکن نیست پیش هیچ نه شیربرنجش خیزین نه پیش دیگرش.
بلکه توانین همون معرکه را ترک کنین، انشاءالله ثواب میگیرید. بگذار همون ملا بیچاره خودش خوردن گیرد، شما روین. سلام ای پیروی دین مبین اسلام حاجی میرزای عزیز. من یک سوال دارم که برادر من حق دارد که زن مرا زند، که زیرا میگوید که من حق دارم، چی کار کنم؟ با همین کار سبب شد و زندگی من ویران شد. حقیقت این را به من بیان کنید. من یک مخلص شما از ناحیه ورزاب شهر دوشنبه هستم. دوم سوال، پدرم از مادرم جدا شده است، وی زن دارد، از ما جدا می باشد. به من زکات دادن جایز است یا نه؟ برای آنکه زندگانی را من با همراهی مادرم دادرانم پیش برده ایستادم. اینجا یکم سوالش جواب میگوییم. البته برادر او حقوق ندارد که زنی دادرش لط قین کند، یعنی بالای اون زن فقط شوهرش حق دارد. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، گفت از پیغمبر، بزرگترین حق بالای همون زنها فقط شوهرها دارد. یعنی از تمام پستی و بلندی این زن فقط شوهر پرسیده می شود. از این خاطر این حقوق ندارد که زن اون برادرش لط قین کند. و این پدری که اگرچنده که وی زن گرفته است، جدا هم که شده باشد، فرزند حق ندارد که به پدر خود زکات دهد یا به مادرش زکات دهد، یا پدر و مادر مالدار باشد فرزنداش زکات دهند. این درست نیست در اسلام. فقط زکات دادن میتواند برادر دهد، برادر خواهرهاش دهد، یا خواهری به دولت باشد میتواند که مثال خواهر و اپش زکات دهد. بین فرزندها دادن زکات جایز، لیکن بین پدر و فرزند یا بین دختر و مادر این در اسلام درست نیست زکات دادن. در پهلوی ما کسیته فروش است که دایم کسیته های شما را میماند و ما گوش میکنیم. شما یک ثبت خود گفتید که بچه بیزن علم داشته باشد پیش در آمدنش جایز است، ولی یک معلم میگوید که بچه یاش را ممکن نیست پیش در آمدن و میگوید که این ملای شما حاجی میرزا حزب تحریر است و تا روزی که هستیم آن چیزی که مسئله‌ای که هست انشاءالله ما حقیقت به گوش شما میرسانیم. امروز هر کس هر چی میگوید، ما را سلفی هم میگویند، ما را تحریری هم میگویند و دیگر مسئله های زیاد. باور کنین یک چیزهای میشنویم که همش تهمت است. الحمدلله از همه این ما الحمدلله خالی هستیم. ما آن چیزی که هست در آیت های قرآن، آن چیزی که هست در احادیث های پیغمبر خدا، آن چیزی که هست در مسئله هایی که ما و شما میخونیم از مذهب ابو حنیفه، ما همون به سمع شما رسانیده ایستاده است. از همه این تهمت ها هستند. این هیچ کدامش حقیقتی ندارد. اگر کدام اونها را شما دریاب میکنید پیش من بیارید مثال اثبات کند، بعداً گوش کنید خدان چی مثال چی جواب میگیرد و چی میگوید. دروغ است. و بچه بیزن حق دارد که پیش در آید. اگر عالم باشد حقوق دارد که نماز مردم خوانده دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، از شما میخواهم که درباره حجاب موضوع میگذرانید در جمعه های نزدیک. خدا خواسته باشد انشاءالله این موضوع هم در فکر ما هست که در باب حجاب، در باب لباس زنها هم انشاءالله یک صحبت میکنیم. دوم اینکه درباره ترجمه سوره قاف موضوع میگذرانید که آن حالت این دنیا و آن دنیا را بیان میکند. از زبان شیرین شما شنیدن میخواهیم. سوم سوال این که منزل بابای آدم علیه السلام و مام حوا در کجا واقع است؟ در قصه نوح علیه السلام آمده است که خداوند با وی امر کرد که آنها را در کشتی خود بار کن تا که آنها را زیر آب نماند. بعد از اینها آنها را کجا بردند؟ از شما عذر بسیار میخواهم که با این سوالهایمان شما را غم و دقت میدهیم. ما مخلصان اشدی از بازار کاروان در حق ما دعای خیر کنید که خداوند
قلبهای ما را مملو از نور و یقین از ایمان بگرداند. خداوند عمر شما را دراز بگرداند. دوستداران شما نصرالدین و رستم و نام رستم خوب است یا نه؟ مرا ببخشید حاجی شیرین گفتا در اسلام بهترین نام عبدالله و عبدالرحمن است. بهترین نام همون نامی هست که با عبد اگر شروع شود، یا نامهای پیغمبر ما و شما به نام یاسین و احمد و محمود و اینا بهترین نام ها هستند. منزل بابای آدم در اصل در تاریخ ها میگوید، چه تاریخ تبری هم میگوید که وقتی که دنیا زیر آب میمان، خداوند به نوح امر کرد که حضرت آدم استخوانهاش با همراه مام حوا بگیر تا که این آبی که دنیا را میگیرد این آب مقرری نیست، این بلکه آب عذاب است. یعنی این عذاب دارد تا که اینها از عذاب پروردگار خلاص شوند و اینها را همراه خود ببر. در اون تاریخ ها دیگر نگفته است که یعنی بابای آدم و مام حوا در کجا است، لیکن اینجا حاجی های هستند که زیارت کردن میگویند که در هندوستان است. یک حاجی دیگر او روز آمدن ما را زیارت، گفتن بابای آدم در بیت المقدس ما زیارت کردیم. برای همین من نمیدانم در کجاست، لیکن بسیارتر مردم میگویند که در همون هندوستان هستند. شاید دانستنش به ما و شما قدر شرط هم نیست. جایده باشن، خدا رحمت و مغفرت جان. السلام علیکم داملای شیرین بیان. من یک نفر مخلص شما از شهر دوشنبه. من با نزدیکی آیله دار شدم و میخواهم در حق آیله ما دعا کنید و خود من دانشجو می باشم. با احترام ایشان جمال الدین. خدای مهربان این حیات این ایشان جمال الدین پرفیض و پربرکات کنه و خداوند فرزندانی سالم و صالح نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. سلام حاجی محترم که فخر کلاب ما می باشید. بعد السلام این که درباره مائندرها یک جمعه خود را که خیلی وقت زیادی خود را صرف می کند صحبت می کردید که مائندرهای بیرحم برای پسر و دختران همان شوهر اوست معامله بد می کنند و تنگروی ها می کنند. صحبت شیرین می کردید، زیرا همان طفل ها گناهی ندارند. این برای این گونه زنها تأثیر می بخشید و از یزدان پاک سلامتی شما را خواهانم و در حقمان دعا کنید که بنده گناهگاریم و خداوند گناههای ما را مغفرت کند. التماس دعا کنید خداوند گناههای این بنده را مغفرت بگردانی و خدا از جمیع آفتها در حفظ امانش نگه بداری. آمین یا رب العالمین. و درباره مائندرها که البته امروز همه شما میدانین وقتی که یک مرد زنش از دنیا میگذرد، یک زن میگیرد، اون دیگر چنان معامله دارد که مجبور می شود این مرد از همه فرزندهایی که در خانه دارد از همه اونها گذر کند برای خاطر همین زن. برای خاطر این زن از 5 فرزند است، 6 فرزند است، چندی که باشد همه اونها را پیش میکند و همون خانه را صاحب می شود. لیکن این خطا هست در اسلام. این بسیار خطای کلان است. اگر همون زنی که اگر خدا ترس باشد و زنی کردنی باشد، هیچگاه این شرط ها را نمی ماند که این فرزندات از خانه بیرون کن بعدا من همراه تو زندگی میکنم. یعنی هیچگاه تو را نمی خواهد او، بلکه همون خانه تو را می خواهد. در اصل اون طفل ها و اون کودک ها چی جای گناه، چی گناه دارن اونها برعکس بیچاره احتیاج دارن در آغوش گرم مادر استادن را. اونها همه دل شکسته شدند. اونها را تا جای این مادری که آمد همچون مادر باید نوازش کند، باید که پرستش کند، باید برای اونها دلتیی کند. رسول اکرم میگوید انا و کافل الیتیم هکذا و اشار بالسبابه والوسطی. گفت از کسی که اگر حال یتیم ها را غمخواری میکند، کسی اگر سر یتیم ها را دستمال میکند، یقین داند که مثل انمین 2 انگوش بر من در روز قیامت نزدیک است. پیغمبر خدا احترام یتیم ها میکردند، بی کس ها را پشتیبان میشدند. برای چی پیغمبر خدا ببینید فقط زنی که گرفته است، هیچ کدامی اون دختر نبود بغیر عایشه، همه اونها صاحب فرزند بودند.
به خاطر نوازش فرزندای آنها را نکاح کرده گرفت، فرزندای اوها را نوازش کنند. باید این مایندرها بگیم، این مادرهایی که آمدن در این خانه باید که چه خدمتی در مرد کنند، چه خدمتی فرزندهای او را کنند، اونها را به وایه رساند. من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت هکذا. باز حدیث پیغمبر است، کسی اگر دو دخترچه را اگر تربیه میکند روز قیامت میآید. هکذا گفت پیغمبر با اشاره دو انگوش کردند. کسی تربیه اگر دو تا کودک میکند، باید که این مادرها کودکها را تربیه کنند. از تربیه خوبی میکردگیش باز فایده این فرزندها را یک اندک پس انشاءالله میبیند. اینها را در بدر نکند. اینها را که در بدر کردی اون جوان است، به همه کار قادر است، اونها بیراه میشود. اون پدر مسئولیت دارد در بالای همه فرزندها، جوابگر در نزد پروردگار است. شاعر چی میگوید؟ میگوید چوبینی یتیمی سرافکنده پیش. خدا رحمت کنه صاحب تفسیر روح البیانه. میگوید اگر شما میبینید که یک یتیم از حساب نداشتن مادر است یا پدر است، سری خود پیشه کرده است، سری خم دارد، چوبینی یتیمی سرافکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش. وقتی دیدی یتیمی را بی صاحب است، آغوش مادر پدر میفارش، در پیش او یتیم شاعر میگد به فرزند خودت بوسه نده، زیرا او یتیم وقتی که نگاه میکند مهربانی او فرزند، البته دلی وای گریان میشود، وای غمگین میشود. برای دل یتیم غمگین نشدن شما فرزندهاتان در پیش یتیم ها نوازش نکنید. میگوید الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همه چون بگرید یتیم. شاعر گو وقتی یتیم گریان شد یقین دانید که عرش پروردگار در جنبش می آید. لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. پیغمبر گفت از من نیست گفت کدام مرد و کدام زن، آن مرد و آن زنی که به خردسالها اگر رحم نداشته باشد، اگر با این خردسالها اگر رحم نداشته باشد، چی مرد باشد چی زن باشد، لیس منا گفت پیغمبر، از ما نیست، از امت اسلام نیست. یعنی این کسی نباشد. باید که برای حیات برقرار کردنشان چیکار کنن؟ باید در بین یکدیگر محبت داشته باشند. چی زن کودک دار باشد چی مرد کودک دار باشد، باید که در تربیه یکدیگر روند. این جوانهایی هست که امروز زنهای 3 کودکدار و 4 کودکدار برای خاطر فرزنداشان نکاح کرده میگیرند تا که کودکهای اونها را ما نوازش کنیم. این بیرحمی است که وقتی که وای وارد خانه من شود، من به خاطر همین خیال زن بدبختی که سبب چند پراکندگی فرزندای من شود، من فرزندام پیش کنم و وای در آغوشم گیرم، وای به تو هیچگاه زنی نمیکند، زیرا این شرطی که وای مانده شرط اسلامی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم اکای حاجی مرزا. یکی از نزدیکان من دختر از من خواهش نمود که مکتوب من را به حاجی محترم رسانیده به من مصلحت دهد. من طول چند سال است که کتاب میخوانم، نماز میخوانم، ستر عورت میکنم. همسایه ها تهمت کرده خواستگارهایمان را از راه میگردانند. وایها میگویند که این دختر کسلی هست، همین کسبه را در سرش مانده و برای همین کتاب میخواند، سطر میکند. و برادرانم میگویند که سطر نکن، من با گپ برادرانم بگیرم یا که نی، سطر عورت کنم یا نکنم. البته امروز این سوال یک بار دیگر بر ما وارد شده بود که بعضی همسایه های هستند که به خانه یک همسایه اگر خواستگار آید کار میکنند که پیش راه او را گیرند. هر گونه تهمت هایی که چگونه ما را میکنند، هم گونه تهمت ها را مثال میرسانند که وای کسلی است و وای دیگر است و وای دیگر است گفته، یعنی نمیخواهند که در خانه همون همسایه‌اش یک خرسندی برپا شود.
الان که حبیب خدا میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، ایمان کامل ندارد آن مؤمنی که اگر آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادرش دوست ندارد. آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد، یعنی خرسندی را دوست می‌دارد، دختری خودش به شوهر دادن را دوست می‌دارد، لیکن برای همسایش این اگر دوست ندارد، اون همسایه گو ایمان ندارد. المسلم اخو المسلم گفتم پیغمبر، لا یکذبوه ولا یخذلوه ولا یخونوه. مسلمان برادر مسلمان است، باید که مسلمان خیانت نکند، مسلمان دروغ نگوید، مسلمان خار نسازد. کل المسلم علی المسلم حرام عرضه و ماله و دمه. پیغمبر میگه هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است. چی؟ آبروی او، مال او، قدر و قیمت او. برعکس ما و شما باید که امروز تبلیغ کنیم. اگر در همسایه ها من دخترهای باکره رسیدگی باشد، باید که دیگر جوانها را تبلیغ کنیم که در همسایگی ما فلان دختری هست، بی نهایت دختری خوب است. باید اینها را تبلیغ کنیم تا که اونها تیزتر صاحب شوهر شوند. این کارها ماندگی ما و شما دشمنی می‌ورزیم. در این حالت ما و شما ایمان از دست میدیم. و این خواهر میگوید گپی برادر ما گیرم یا نگیرم ستر عورت میکنم، تا جای این برادرها یک ناموس اسلامی داشته باشند که خواهری خودشان امر به روی مال انداختن کنند، باز نخواه که یک به ناموسی اونها را فرا گرفته باشد و نخواهند که خواهری اونها روی مال داشته باشد یا پیشی بری بسته داشته باشد. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. خدا میگوید ما سپارش دادیم فرزند آدم را که با پدر و مادرش مهربان باشد، نیکوکار باشد. وقتی تفسیر این آیت خواندم، سعد ابن ابی وقاص میگوید این آیت در شأن من نازل شده است. چگونه؟ میگوید وقتی من ایمان آوردم مادرم بر من خبر داد. سعد گفت خدا به تو سپارش داد که و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، و پدر و مادرتان مهربان باشید، اطاعت کننده باشید. پس من بر تو امر میکنم ای سعد که کافر شو، و الا اگر کافر نشوی من نه غذا میخورم نه هیچ نوشابه می نوشم، و این آفتاب سوزانی که میبینی این آفتاب ترک نمی سازم، به زیر سایه نمی روم. میگوید این مادر این گونه کرد برای آنکه سعد ابن ابی وقاص از ایمان محمدی برگردد و کافر شود. این شرط در پیش سعد گذاشت، یا کافر میشوی یا مادر در همین زیر آفتاب بی غذا و بی شراب هلاک میشود. وقتی میگه زیر آفتاب رفت این مادر، یک شب میگوید تا روز چیزی ننوشید، چیزی نخورد و در آفتاب میگه نشستگی بود. روز دوم شد از آفتاب نمیخیست، برای فرزندش کافر شدن. روز دوم هم میگه تمام شد. مفسرای قرآن میگویند روز سوم بود که مادر بیهوش افتید. سعد بالای سر مادر آمد، چی کلمه گفت؟ مادر گفت اگر گفت تو 100 جان داشته باشی و هر یک جانی تو گفت با این گونه مشقت از بدن تو جدا شود، من کسی نیستم که از ایمان محمدی برگردم. من کسی نیستم که من از ایمان محمدی برگردم. اگر 100 جان داشته باشی با این گونه مشقت جانها از بدن تو جدا شوند، من کافر نمیشوم. اختیار داری گفت. مادر وقتی میگه این سیاست فرزند شنید، این اراده مستحکم فرزند که شنید، از زیر آفتاب خیست آمد میگه غذا هم خورد و نوشابش هم نوشید. یعنی باید این خواهر و این دادرهایی که در این راه هستند باید صاحب اراده باشند. باید دیگر دلالت هیچ کس در نزد پروردگار گناهکار شدن
این بهتر نیست از او که تو در نزد برادرت، پدر و مادرت ملامت زده میشوی. السلام علیکم محترم حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان شدید شما از دهه بلیان پایان ناحیه دنقره با طلب زیارت شما آمدیم که نماز جمعه عین اجابت دعاست. از شما التماس یک دعای نیک کنید. این برادران از ناحیه دنقره چند جمعه شد که در این جمعه های ما و شما خیلی نفرهای زیاد آمده اشتراک دارند. در حقشون دعا کنیم که خدای مهربان این برادرانی که از بلیان پایان و از دیگر ناحیه های دنقره و این جمعه ما و شما می آیند، خدا در هر قدمشان حسنات کتابت کند، عمر ایشان دراز و توفیقشان باز هم خدای مهربان زیاده بگرداند و به تمام مراد و مطلوب های نیک خدای مهربان موفقشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. خوش آمدند. السلام علیکم حاجی میرزا. من یکی از مخلصان شما از شهر نارک می باشم. نصیب باشد به زیارت می آیم. ما اهل خانواده هم شما را دوست می داریم و در حق شما هر نماز دعا می کنیم که چنین پیشوا داریم. ماه ایون مادرم از دنیا گذشت. می خواهم که در حق مادرم و خانواده هایم دعا کنید. نام من سفر علی و بگوید که نام من خوب است یا نه. نام شما خوب است و خدای مهربان این مادر روحش شاد و قبرش پر نور و این برادر سفر علی را خداوند عمر دراز و تنی صحت نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین.